این عجیب ترین نوشیدنی جهانه که به روش باز شدنش تو دنیا معروفه. ویدیو رو لایک کن بریم برای اولین بار تو ایران با هم دیگه آنباکسش کنیم. طعمش نوشابه گازدار با طعم ماچاه. ما از ماچا همه چی دیدیم به غیر نوشابه. وقتی میگن ژاپن 100 سال از بقیه کشورها جلوتره واسه این میگن ها. واسه بسته‌بندی نوشابه هم فکر کرده. شما فقط کارو نگاه کن. واقعا خیلی خوبن این ژاپنی‌ها. کارو نگاه شما فقط. اینجا یه تیله داره. اینو باید بذاری اینجوری رو تیله ثابت نگه داری. الان تیله میفته اون پایین. حالا تیله کارش چیه؟ ویدیو رو لایک کن بیا اینجا بهت بگم. اینجا دو تا اینجوری گود رفتگی داره این شیشه. این تیله رو باید بندازی اینجا که بتونی از نوشیدنی استفاده کنی. اگه کامل برگردونی میبینی دیگه نمیاد. خیلی عجیب و باحاله. نگاه کن چقدر فکر کردن اینو درست کردن. برمیگرده نگاه قطع میشه. یه ترکیب بوی چمن با حنا داره این نوشیدنی. بریم ببینیم طعمش چطوره. ماچا از اول طعمش خوب نبود، طعم جلبک میداد. ولی حالا دیگه نوشابهشو چرا تولید کردن؟ هر چی بوش میکنی بوش بدتر میشه. خیلی بدمزه است، افتضاح. ولی اگه یه چیزی خورده بود سرتون خواستید بخرین، قیمتش 390,000 تومانه. ما اینجا موجود داریم. فقط شیشه‌اش باحال بود.